بر شما. من داداجان اتوال هستم. من امروز شما را به توی دعوت میکنم. به توی امام علی رحمانوف، دوست من در قفسنج و رئیس جمهوری تاجیکستان. این توی چند سال پیش گذشته بود و ثبت این توی خیلی مخفی نگه داشته میشد و فقط در بین نزدیکان عائله و خانواده رحمانوف تقسیم میشد. خوشبختانه یک نسخه ثبت این توی به دست ما رسید و ما میخواهیم که شما دانید که رئیس جمهوری شما، پرزیدنت شما چه خیل توی و معرکه ها میگذراند. در اینجا یگان چیزی علاوگی نیست، یگان چیزی زیادتی نیست. برعکس این ثبت‌هایی هستند که یعنی تهیه کرده شده بسیار بخش‌های از این توی به خاطر آن که مثلا باعث خنده‌خریش مردم میشدند یا که باعث یک شرمندگی این نمایشنامه میشدند، با خواهش خود رحمانوف بریده شده بودند، تحریر کرده شده بودند و تکمیل داده شده بودند. با وجود همین، وقتی من این توی را تماشا کردم به خاطرم فیلم تانسور دیسکو، رقاص دیسکو به یادم اومد و وقتی میدیدم که رحمانوف چطور جولان میزند، چطور میرقصد، چطور مستانه میخرامد و در اطراف وی مثل غلامان، خشتبارانش، دامادهایش، فرزندهایش، وزیرانش میرقصیدند، واقعا اما در همین توی و در همین نوار دیدم که امام علی رحمانوف حتی خوب رقصیده هم نمیتوند، اما به یک چه قائل شدم. تصور کنید قریب 4 ساعت بی تنفس رحمانوف میرقصد، میسراید، میخرامد و از هم اساسی حتی همین توی هم یک توی عادی، یک معرکه مقرری را رحمانوف نمیتواند که از ابتدا تا انتها یک خوب گذراند. حرف زیاد نمیزنم، شرح زیادم نمیدهم، میخواهم خودی شما ببینید و با ارتیست خلقی تاجیکستان و رقاصه بهترین تاجیکستان
و تنسار دیسکو و رقاصه امام علی رحمان خودتان بها دید. خریدار تو هستم تو مکن از من جدایی که گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم گرفتار تو هستم تو مکن از من جدایی گرفتار تو هستم خریدار تو هستم. تشکر. خیستم آخری چکنم با دیگران ابرو نپران ابرو نپران ابرو نپران جانک ابرو نپران ابرو نپران فرخودیم ابرو نپران هی هی ها بابا ما بیتره ابرو نپران ابرو نپران گیرم بکنار حدید فرنامی بی ببر حالا گشتو تبر مصوم بیا بیا یکمی ناز نبیا خودک تصاف نبیا سری شفتا بسن هاری بستی مصدامانت یار موسومی اگر این یک توی مثلا یک نفر دهقان یک نفر عالم یک نفر بازرگان میشد این دیگه اختیار اون نفر است که باید توی خود چخیر میگذراند. اما وقتی که این توی رهبری دولت است وقتی که این توی بعد قراری واقعا خنده آور یک قانون درباره تنظیم رسم مراسم ها که در تاجیکستان 5 سال پیش قبول شده بود این توی بعد همون قانون است و در همین جا هم گویا که قانون برای رحمان و خانواده رحمان دخل ندارد. گویا که قانون هم مثل قانون های دیگر فقط برای یک معلم و یک آموزگار یک آدم قطاری یا یک راننده یک نمیدونم شاعر نویسنده یا یک مهندس دخل داشته باشد. این توی از دو سبب میتواند که در بنمایش گذاشته شود. یکم این توی دو چینوونیک است توی دو کارکنی دولتی کارکنی مسئول دولتی یکی امام علی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان و دیگری رستم رحمانوف جانشین رئیس گمرک تاجیکستان. من در حیرت میشوم که این دو چینوونیک از کجا اینقدر پول را یافته باشند که فقط تویشان قریب 1.5 یا 2 میلیون ارزش دارد. من میدانم که ماهانه پرزیدنت رحمانوف $18,000 امریکایی است. $18,000 و ماهانه رستم رحمانوف تقریبا شاید در یک سال $7,000-8,000 باشد.
ببینید از کجا این توی، از کجا این معرکه، اجازت می‌دهیم که در از کجا اینقدر همهمه و دمدمه، از کجا اینقدر ارتیستان، از کجا اینقدر رامشگران، رقاصه ها، خدمتگاران و این میزهایی که در بالای آنها تمام نعمت های دنیا هست. این چه نشان میدهد؟ این نشان میدهد که رحمانوف برای رحمانوف و خانواده رحمانوف قانون عمل نمی کند. انا همین توی هم نشانگری آن است که برای آنها قانون، برای آنها قاعده، برای آنها آداب، برای آنها معرفت، برای آنها احترام ملت اصلا یک فلوس ارزش ندارد. میخوایم چند سخن درباره رستم رحمانوف گویم. چقدر که میگویند رستم رحمانوف خیلی به پدرش مانند است. حسب حال رستم رحمانوف بسیار عجایب است. یک جوانی که پدرشون برای خواندن حتما از حساب بودجه دولت اول به امریکا فرستاند، بعد به آلمان، بعد به کشورهای دیگه، بعد به روسیه، ولی در یگان جا، در یگان کشور رستم رحمانوف نتوانست که معلومات عالی گیرد. حتی از یکی از دانشگاه‌های امریکا و رانده بودند. بعد چند سال آمد مسکو، داخل شد به اونیورسیته دولتی مسکو به نام لومونوسوف. وقتی من شنیدم که رستم رحمانوف به اونیورسیته لومونوسوف، اونیورسیته که من تحصیل کردم، اونیورسیته که افتخاری در زمانش افتخاری تمام شوروی بود و امروز افتخاری روسیه است، رستم رحمانوف یک کم سواد، یک کم ظرف گویا داخل شده است و خوشبختانه بعد چند از دانشگاه مسکو پسر رحمانوف، پسر پرزیدنت رحمانوف، رستم رحمانوف راندند. سبب رانده شدنش هم چقدر که همسبقای رستم رحمانوف نقل کرده بودند، این یکم به درس ها نرفتن، به درس ها آمادگی ندیدن، دانش کذایی نداشتن و از همه اساسی یک زندگی اوباشانه داشتن در مسکو بود. مثلا در یک کازینو در ویبزال، زلی که برای مهمانای خاصه است، در کازینوی که در مهمانخانه ارلیانو جایگیر بود، همه روزه رستم رحمانوف در اونجا قماربازی میکرد و چقدر شاهدان حال میگویند بعضا تا 400 500 تا میلیون دلار در یک شب بوی میداد و آخران رحمانوف مجبور شد که به خاطر آنکه شرمنده نشود، به خاطر آنکه دستیه پسرش به مطبوعات، به صحیفه های مطبوعات نفتد، رستم آورد به تاجیکستان. و من در حیرت شدم که رستمی که اصلا سواد و دانش نداشت، یک باره صاحب دیپلم دانشگاه ملی تاجیکستان میشد، گویا دانشگاه تمام کرده باشد. اما من باور دارم، 100% اطمینان دارم و میدانم که رستم در دانشگاه ملی تاجیکستان یگان روز هم تحصیل نکرده است و دیپلم رستم این یک چی است؟ دیپلم قلبکی است، دیپلم قلبکی که با پسر رحمانوف تحفه کردند. فقط در تاجیکستان ممکن است، فقط در تاجیکستان پرزیدنت و عائله پرزیدنت به همه چیز حقوق دارند. فقط در تاجیکستان برای آنها قانون عمل نمی کند. اما در کشورهای دیگر اینطور نیست. پرزیدنت هم یک آدم قطاری است. پرزیدنت یک نفری است که من بارها گفته بودم و باز تکرار میکنم، یک کارگر کرایه است که مثلا مردم برای 4 سال یا 5 سال یا 10 سال انتخابش کردند. حالا که رحمانوف یگان وقت پرزیدنت تاجیکستان نبود. رحمانوف یگان وقت با واسطه انتخابات
به کرسی سزاوار کرسی رئیس جمهور یا رهبری تاجیکستان نشده است. ما این خوب میدانیم. با وجود همین وقتی که به این همهمه و دمدمه نگاه میکنی و وقتی حساب میکنی تقریبا قیمت توی عروسی رستم رحمانوف 1.5 میلیون دلار ارزش داشت. بجز این اشتراکچی آدمانی که در همین توی شرکت داشتن آنها قصه کرده بودند که ارزانترین تحفه به اصطلاح تاجیکی تویانه 100,000 دلار بود و حتی بعضی وزیرها تاجران و بعضی نزدیکان رحمانوف تحفه های آورده بودند که قیمتشون از 1 میلیون دلار هم بالا بودند و شبی توی رستم رحمانوف بهترین ماشین ها، بهترین جواهرات و آرایش ها و به ارمغان آورده بودند که قیمت آنها 150 200 300 تا 700,000 دلار ارزش داشت. اگر در یگان کشور دیگر نوار همین توی دسترس مردم شود، رئیس جمهور پرزیدنت همون کشور حتما باید استعفا دهد. حتما خودی همین کافی است، خودی همین توی کافی است، خودی خراجات همین توی کافی است، خودی گذرانیدن همین توی کافی است که هم رحمانوف به استعفا دهد و هم پسری وی و دیگر پسری قطاری نیست و دیگر کارکنی دولتی است، کارکنی بسیار سطحی بلندی دولتی است، جانشین رئیس یکی از اداره های با نفوذترین کشور است و استعفا دهد. اما این کار نمیشه. و چیز دیگر در این توی ما میبینیم که یک بار دیگر میبینیم که حکومت تاجیکستان در دست کیست. یا دارم وقتی که در خوجند رحمانوف رئیس شورای عالی انتخاب شده بود، خودم در همین جلسه اشتراک داشتم، خودم شاهدی زنده هستم. رحمانوف گفته بود که من خیش تبار ندارم، من یک برادر تراکتورچی دارم و به کسی از خیش تبارانم خیش تباری معلومات دار ندارم که من برای آنها وظیفتم. مردم به این باور کرده بودند. اما بعدتر ما دیدیم که این تراکتورچی در پس تراکتوری نورالدین رحمانوف برادر رحمانوف ده ها و صدها تلشکه ها بودند و در این توی ما میبینیم که اکثری مردم از خانواده چی هستند؟ از خانواده رحمانوف، از ناحیه دنغره و اطراف آن هستند. چهره های باز همون چهره های شناس امان الله حکوموف، خیش رحمانوف، رهبر راه آهن تاجیکستان، یک نفری که 3 سال پیش به خاطر آنکه پسر نرکوبرانش را رستم حکوموف را در مسکو دستگیر کرده بودند با 9 کیلوگرم گیرین و سود به مهلت قریب 10 سال پسر حکوموف در مسکو محبس کرده بودند. بعدا حکوموف توانست که در کورغانتپه هوانورتا لیاچک های روس را گروگان گیرد. یک جنجال بین دو کشور برخاست. از این جنجال پیش از همه مهاجرای تاجیک ضرر دیدند. همون شب و روز من خوب در یاد دارم که در مسکو صدها هزارها مردم بیگناه تاجیک داشته بودند، دیپارتاسیون میکردند، به شعبه های ملیسا میبردند، پولشان میگرفتند، اذیت میدادند، تحقیر میکردند، فقط به خاطر آنکه باعث همین جنجال، سبب همین جنجال پسر حکومت شده بود، رستم حکومت که با 9 کیلو گیرین، باز تکرار میکنم، داشته شده بود. بعداً این لیاچک های به پسر حکومت آزاد عوض کردند. پسر حکومت آزاد شد، رفت دوشنبه و لیاچک های هم آزاد شدند. اما قریب 3000 نفر شهروندهای تاجیکستان در همون شب و روز از مسکو، از روسیه
دیپارتاسیون کرده شدند. تصور کنید 3000 عائله بی درآمد ماند. 3000 شهروند تاجیکستان جای کارش رو در روسیه گم کرد و مدت 5 سال اونا نمیتونن که دیگر به روسیه برگردند. چیزی دیگر درباره حکومت نمیتونم گفت که خودی همین سال هم یک جنجالی که با پاییزهای تاجیکستان خیست، حتی در روسیه با نام شیطان پاییز یک برنامه هم شده بود که این هم یک باعث شرمندگی و سرخمی بود، اما حکومت ما بینیم که در اون توی میرقصد. عجیبش همین است که مثلا پروکورور تاجیکستان باید که به شهروند امامعلی رحمانوف و شهروند رستمی رحمان دلای جنایتی کشاید برای ویران کردن قانون تاجیکستان درباره تنظیم مراسم ها و معرکه ها. اما ما میبینیم که در این توی که شیرخان سلیم زاده همراه رحمانوف همراه دیگران در این توی فقط می نوشد و می رقصد. این است واقعیت تاجیکستان. بسیار مردم گمان میکنند که چی است، گویا که برای پرزیدنت همه چیز ممکن است. نه، پرزیدنت شاه نیست، پرزیدنت شاهنشاه نیست. رحمانوف که یک چی بود، یک در یک روستای دنقره زندگی میکرد، یک آدمی بود که نامش کسی نمیشناخت و آوردن سر قدرت ماندن. دیگر ما میبینیم که در این 20 سال رحمانوف به کدام درجه رسید، به چی ها، به کدام حال افکن مردم و خودش به چی مشغول است. یا ما میبینیم در همون توی شیرعلی گولوف، یا میبینیم یکی از رقاصه های دیگر حسن سعداللهیف دادر عروس امامعلی رحمانوف. مثلا آدمی که از کوچه مثلا ساختارهای بانکی نگذشته است، آدمی که مثلا در کلخوزآباد وای بود، مدیر یک زپراوکه بود، بنزین فروش بود، بنزین میفروخت، بنزین رو به ماشینا می آوردن، اینا میفروختن. امروز یکی از ثروتمندترین آدمای تاجیکستان، امروز صاحبی وای نه تنها آریون بانکی که آدمای دیگه تشکیل کرده بودند، بانکی که نفرهای دیگه تشکیل کردن، این بانک از خود کرد. زواد آلومینی در اختیار حسن سعداللهیف است. سامان ایر بزرگترین شرکت هوایی در اختیار حسن سعداللهیف است و ده ها صدها کارخانه های و زواد و فابریک های میدانیم که در اختیار حسن سعداللهیف رقاصه دیگری تاجیکستان هستند. یا این چهره های جوانی که میبینید، این دهشت است. یا بدبختی ما است که مثلا رحمانوف اقلا 2 یا 3 فرزند میداشت، خدا رو شکر میگفتیم، اما رحمانوف 9 فرزند دارد. دادر رحمانوف نورالدین رحمانوف 14 فرزند دارد. خواهر رحمانوف 13 فرزند دارد. 13 14 و 9 این چند نفر میشد؟ قریب 40 نفر این فقط فرزنداشون. قریب 20 نفر دیگر اینا با کیرون دومو دارن. شما تصور کنید یک تاجیکستان کوچک به این یک عائله بزرگ، به یک خانواده بزرگ نمیرسد. ما هم اونایی میبینیم که فقط میرقصند و شرم آدم میباید وقتی رقصای اینو میبینید. اقلا رقصیدن هم نمیتونن. بردای سنما مرا کشتای بغما های در دل علما ماهی شب میگذری جلوه نما قدمات صدقه ماهی شب میگذری جلوه نما قدمات صدقه یا
بزن چرخ بزن جانمه چرخ بزن بیشکن خمارمه در دیلکم میلی تو را دارمه غیر تو آری وفادارم در کنار مرا دورای کنارم مکن تو خار زارم مرا دورای کنارم مکن تو خار زارم چشمانم انتظار مرا مکن تو یار توی تو بود چشمی من دختت بر نرگس جادوی تو بود اندرانی معیشت گرمی عبادت بودم اندرانی معیشت گرمی عبادت بودم قبله جان دلم پاکی دابروی تو بود قبله جان دلم پاکی دابروی تو بود یک لحظه عجایب دیگر رحمانوف نه تنها دولت داری رو نمیتواند بلکه خواجگی داری رو هم نمیتواند همین خانه خودش پیش بردن نمیتواند یک توی درست گذراندن نمیتواند شما خودتون میبینید در همین سبت هست در موبایل توی اعلام میکنند که جگر چی این رئیس رادیو تلویزیون اصلا رحمانوف میاد نزد بگوش رحمانوف امام علی رحمانوف چی میگوید یعنی بگوش وای از روی منطق میگوید که جناب عالی دیگر دیر شد باید شه و عروس یعنی کیلوندی اومد ما آزاد کنیم و با همین توی باقی رسانیم رحمانوف اشاره میکند توی خاتمه مییابد و مردم کیلون دومون هم از جاشون برمیخیزن خودتون ببینید در این صحنه های رفتنی میشن که یکی نفر میگه که یه برادرها ما که آش به مردم ندادیم حالا شیرینی مردم نخوردن حالا که یگان نفر از موسفیتا یگان نفر از آدمان سن سال دیده به این نوخانه‌داران راه سفید آرزو نکردند و توی که قریب خاتمه یافته بود از سر نفس سر میشد اینو خودتون ببینید این گواه چی است این گواه اون است که این نودولت ها ولی همون خانی خودشان پیش بردن نمیتونن معرکه خودشان گذراندن نمیتونن توی خودشان گذراندن نمیتونن اما به دیگران زندگی می‌آموزند اما اینا دیگه امروز به مردم دیکته میکنن که تو چی باید لباس پوشی کابلوکی توفلی یک استودنت اینستیتوت چقدر باشد از چند سالگی مسجد رفتن ممکن است یا ممکن نیست کی رو با همسری گیری یا با کی رو با همسری نگیری اینا نه تنها کانستیتوسیون رعایت نمیکنن اینا نه تنها کانستیتوسیون ویران میکنن اینا حتی میخوان که قرآن حتی میخوان که قاعده های قانون قاعده های الهی تغییر دهند این است امروز رحمانوف آش ندادیم مردم رو وای نکردیم شایمای کجا میره ولی بیمو ولی زیافت است دولت من سراسمش میدیسی یکان توی دیگر است نه وای نکن ولی اینجا پیرای ما هستن دعا میکنن فاتحه میتین جوان ها را ولی آش ندادیم حاضر بعدی وقت فاتحه میکنن بابای ما بعد این اوشا تیز وای کنین دیسی ارقاتی دوست رو دیگر بعد وای نگاه کنید تیز وای کنه خدمت برو بعد خیلی شای ما میرود مالش بعد جوان میدیم شهر ما جوان نداریم اینجا نمیروند اشاره کردن نه اشاره کی که درسته کم ترک سروسی من نشه هر تو کماندیر نشه نگاه کنید دوره خامه و اولین بار شما میبینید که امام علی رحمانوف نه تنها رقاصه بلکه یک آوازخوان بهترین هم هست وقتی آوازخوانی رحمانوف میبینید واقعا چقدر که میگویند اگر در یگان تالار خواهی که مردم گریزند باید یک آوازخوانی چه بدرفتار آوازخوانی بدسیگال و آوازخوانی زشت آواز سرایت که دیگه مردم گریزند واقعا وقتی که رحمانوف میکروفون میگیرد و میخواند تاجیکستان از من است باور کنید شرم آدم میآید تاجیکستان با
چی نقشه پرده ها کی سینه را دریا دیدی آخر موشی روزهایی پر سقایت از منی حالی با سب آید هم نوا باشد مدام با دلی پهنا و آهو مصطفایت از منی از منی بله گر بمیرد یک تنی تو من میمیرم از زمان با همه سوز و گداز با صدایت از منی گر بمیرد یک تنی تو من میمیرم آن زمان با همه سوز و گداز و با صدایت از منی جاویدانی های نسلت جاویدانت کرده با همه فرزند هایی شان فدایت از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی من جنبست که خب بعضی آدما میگن در همین 21 سال رحمان خیلی پیش رفت، بسیار چیزای آموخت. باور کنید هم یک ضرب مثال کمی دغل هست که همون اگر مرکب را به حج بری هم باز همون مرکب میموند. وقتی من همین توی دیدم با یک بار با خلاصه آمدم که این نو دولت ها، این نو سفرها، این نوره ها، این نادیده ها هنوز در همون سطحی که داشتن از همون سطح بیرون نشدن، از همون دایره بیرون نشدن. و باز یک بار دیگر چرا ما درباره این توی گپ میزنیم؟ این توی یک نفری مقرری نیست. باز یک بار تکرار میکنم، این توی رئیس جمهور است و خود شما مبینید که این توی چطور میگذرد و به چی می انجامد. ما یک چهره هایی میبینی که یکان مقدسات ندارند، یک چهره هایی میبینی که درد و غم ندارند. آیا در یک کشوری که کودکانش از گرسنگی میمورند، آیا در کشوری که حتی در بعض خانواده ها کودکان نان سیری نمیخورند، در بیمارخانه ها دارو نیست، دوا نیست، و این خیلی همهمه و دمدمه ها تشکیل میکنند.
بیا یک بار دیگه رو میبریم به همین قانون درباره به تنظیم آوردن توی و معرکه و مراسم ها. ببینید مثلا این هم یک راهی باز پاره‌گیری و پاره‌خوری به همون چی است کارکنای دولتی. مثلا یک آدمی بیچاره اگر توی کند باید اول رود اجازت گیرد، بعد باید یک نماینده های آدمای کمیس بیان حساب کنند که تو چه خریدی، چه فروختی، چه نیت داری، چند نفر مهمون اشتراک میکنند. بعد این باید ببینی که باید حتما به اونا پاره دهی، برای اونا ضیافت کنی و خراجات و درد سری زیادتی دیگه. و در همون قانون نوشته است که توی باید 3 ساعت دوام کنند. اما تنها ثبت نواری که ما در دست ما داریم بعد بریده شدن، بعد اختصارها قریب 5 ساعت دوام میکند. این چی است؟ این نااحترامی نه تنها به قانون بلکه بی احترامی به حق مردم است، به حق شهروندان است، به حق مردم تاجیکستان است. یا وقتی ما میبینیم که مثلا در یک بنای دولتی بنایی که اونجا بستانسرایی که در اونجا باید مهمانهای دولتی قبول کرده شوند، رحمانوف توی شخصی خودش میگذراند. من باور دارم که رحمانوف یگان سامان به این توی صرف نکرده است و حتی برای اجاره هم پول نداده است. چرا رحمانوف حقوق دارد که، یا رستم رحمانوف یک چینوونیک، یک کارگر دولتی حقوق دارد که تویش در قصر دولتی میگذراند؟ چرا پرکرور تاجیکستان به رحمانوف، به شهروند رحمانوف و به شهروند رستم رحمانوف دیله جنایت میکشاید؟ چرا ما خاموشیم؟ چرا رحمانوف میتواند که در تویش قریب 100 نفر آوازخوان و رامشگر و رقاصه های بیارد؟ این در کجا این نوشته شده است؟ و چیزی دیگر در همین 20 سال دیگر رحمانوف و خانواده رحمانوف عادت کردند که هر کار خواهند میکنند. گویا که چقدر که وی همراه حافظ دوست است پرده قاسم میسراید تاجیکستان از من است. نه، تاجیکستان از شما نیست، حتی دنغره از شما نیست، حتی کلخاز لینین که رحمانوف چندی سالها راهبرش بود از شما نیست، حتی تراکتور نورالدین رحمانوف از شما نیست. شما که هیچی ندارید. شما باید با ماهانه زندگی کنید و اگر شما دوزی نکرده باشید و اگر شما فریب نکرده باشید و اگر شما مکر نکرده باشید، پس از کجاست این پولها؟ مثلا پرزیدنت یکی از بزرگترین کشورهای دنیا اوباما، پرزیدنت روسیه پوتین، کانسلر گرمانیا مرکل، یگان نفری از آنها نمیتواند که به این درجه، به این وهم و واهمه، به این قدر خرج و خراجات زیاد توی گذراند، توی کند. این حالا چیزی که ما دیدیم یک قطره از بحر است، یک قطره از بحر است. مردم فراموش نکردن وقتی که رحمانوف یکی از دخترانش رو به شوهر داده بود، اول در دوشنبه توی شد، بعد از در دنغره قریب 1 هکتار زمین را تخته زده بودن، تخته پوش کرده بودن و در آنجا مردم جمع کرده بودن. مردم به خاطر چی جمع کرده بودن؟ مردم زیاده. اون وقت رحمانوف پول زیاده ندیده بود، حالا کیسه هاش پر نشده بود، به خاطر اون که مردم تویانه بیارند. و همون زمان هم یکی از وزیرها به من نقل کرده بود که پیشکی اعلان کرده بودن که کسی که تحفهش از $100,000 کم باشد به توی نبیاید. تویانه $100,000. این هم همین تویانه هم یک نوع پاره است، یک نوع رشوه است،
مثلا در بسیار کشورها اگر تحفه به رهبر دولت یا به خانواده رهبر دولت بیش از 200 یا 300 دلار باشد، اونا حتما به خزینه دولت میسپرند. شما در کجا دیدید کنی اون ماشین هایی که به رستم رحمانوف هدیه کردند توی اونا دادند و قیمت اونها 150 200 هزار دلاری بود، اونو ما یکان درشون میبینیم در گراژ حکومت. آیا ما دیدیم که از تلویزیون نشون داده بودند که انا این تحفه های توی رستم جان بود و از بس قیمت اینها گران بود ما اینا آوردیم سپردیم به دولت؟ کنی وقتی که رحمانو درباره انصاف گپ میزند، درباره وجدان گپ میزند، درباره کروپسیون گپ میزند، درباره غارتگری گپ میزند و به خودش روا میبیند که به خودش و اهل عایلش روا میبیند که چنین رفتار کنند، کی به آنها باور میکند؟ آنها دیگه فراموش کردند. برای آنها دیگر مفهومی ترس نیست. برای چی؟ برای اینکه 20 سال در همین 20 سال آنها به بی‌حقی، بی‌حقوقی، به بی‌نظامی، به شکستن قانون عادت کردند، خوب گرفتند. دیگر هر کاری خواهند میکنند و باز در قصرهایی که از خون کودکان شما ساخته شده است و باز در قصرهایی که بر عوض مهنت جانکا، بر عوض مرگ بچه های شما ساخته شده است و باز در قصرهایی که خشت آن از آب چشم شما گداخته شده است، اونها خیلی توی معرکه میگذارند و اونها میسرایند تاجیکستان از من است. عزیزان، تا کی ما طاقت میکنیم که یک خانواده یک کشور را تصور کرده باشد؟ باور کنید معمر قذافی این کار نکرده است، صدام حسین این کار نکرده است، یگان دیکتاتور این کار نکرده است. در بسیار کشورهایی که دیکتاتوری هستند رهبرانشون نسبتاً عادل بودند، رهبرانشون نسبتاً یک حق تلاشی داشتند، عدالت پروری داشتند، کمبغل پرور بودند. مثلا آزادی های سیاسی نبود لیکن یک عدالت بود. در تاجیکستان چی؟ نه آزادی سیاسی است، نه آزادی شخص است، نه آزادی انتخاب است، نه آزادی وجدان است، نه آزادی سخن است. فقط ما یک آزادی داریم، آزادانه مردن. دیگر تمام نمود آزادی ها را رحمانوف و حکومتی رحمانوف از مردم ما را بودند. برای همین باز یک بار دیگر خودتان به همین چهره ها نگرید، خودتان به همین رقص ها نگرید، خودتان همین فریاد هایی که بعضا اولاس گرگ را به خاطر آدم میبرد گوش دهید و باز و خودتان خلاصه کنید. من دیگر چیزی نمیگویم. همدیاران عزیز، در خاتمه برنامه میخواهم که منتداری خود را به رئیس رادیو و تلویزیون تاجیکستان اسدالله رحمانوف بیان کنم، زیرا محض اسدالله رحمانوف گرچند با نرخ گران باشد هم این نوا را به همسفان ما به اختیار همسفان ما داد و ما توانستیم که این نوا را به دقت شما رسانیم. دیگر خدا حافظ تا دیدار. یک جهان تشکر.